Утро Павла Шеремета. برنامه صبحگاهی در رادیوی کیف علاقه شروع شد ولی مجری آن همانو دیر میکرد. Він десь до нас у дорозі вже летить, щоб зустріти цей день разом із вами. Поки що з вами. صبح تازه فرا میرسد. پاول شریمت حالا در راه است و به سوی ما شتاب دارد تا با شما ملاقات کند. پاول شریمت همین طور به جای کار نرسید. او همگی چند متر از نزد منزلش دور رفت و ماشینش ترک В результате взрыва машины погиб журналист Павел Шеремет по информации. برنامه را بنابر خبری فوری قطع میکنیم. صبح روز چهارشنبه در پی ترکیش ماشین روزنامه‌نگار پاول شریمت به هلاکت رسید. پاول شریمت همگی چند دقیقه پس از ترکش در ماشین یاری تجلی فوتید. دفعتاً معین کرده شد که مواد منفجره را زن شبانه به ماشین نصب کرده است. همراهش شریک نیز داشت. همه این دقیق و معلوم است. با گذشت یک سال از این حادثه مفتشان نتوانستند اجرا کننده و فرمایشگر کشتار را پیدا کنند. این پاره از فیلم تحقیقاتی روزنامه‌نگاران اوکراینی زیر نام سلدسوی اینفو است. این شاید ناکامی کسبی است که خیلی تأسف‌انگیز می باشد و یا سبب‌های دیگر دارد. ممکن است محدودیت‌های سیاسی جای داشته باشند، یعنی به پلیس فشار می‌آورند تا به تحقیق حادثه ادامه ندهد. این کشتار سیاسی با هدف معین برطرف کردن ژورنالیست معروف و پرنفوذ است. من در مینسک تولد شده در همین جا به کمال رسیدم. معلوماتم اصلا بانکداری است. تصادفاً روزنامه‌نگار شدم. الکی 25 سال از فعالیت روزنامه‌نگاری دارم و بار هم پشیمان نشدم. بانکداری خوب بود ولی به من گفت که مادر من پول شماری را دوست نمی‌دارم. به من آزادی لازم است. شریمت فعالیت خود را همچون خبرنگار شبکه اول روسیه در مینسک زمان شروع کرد که پلیس بلاروسیا بی‌رحمانه اعتراضگران و دیگراندیشان را سرکوب میکرد. بعد از گزارش شریمت جنجالی بین المللی برخاست. در نوار پاول نمایشکارانه از مرز میگذرد و با این عملش میخواهد نشان دهد که مرز بلاروسیا و لیتوا سوراخی زیاد دارد. همه آنهایی که این نوار را تماشا کردند به ویژه همکاران خوب میدانستند که این عملیات چی پیامد خواهد داشت. این به معنای در نزد کامera خود را به ورطه انداختن بود. بعد از پخش گزارش نواربردار را با عیب عبور غیرقانونی مرز بازداشت نمودند. در جواب روسیه در حریم هوایی خود به پرواز هواپیمای پرزیدنت بلاروسیا الکساندر لوکاشنکو اجازت نداد. او بگذار اول شریمت را آزاد کند، انا همین طور. بعد چنین دخالت گروه نواربرداری را با حکم شرطی آزاد کردند. در اواخر سالهای 90 شریمت به مسکو کوچیده در برنامه تحلیلی وریمیای شبکه اول به حیث مجری به کار پرداخت. در آنجا او کمتر از یک سال فعالیت نمود و بعداً تمام عمر این دوره را همچون مرحله شرمنده‌وار زندگیش یاد میکرد. من که میخواهم با پرزیدنت ها دوست و در پهلوی آنها باشم. یگان مدال به من دهند ولی وجدان را نمیتوان با مدال عوض کرد. وضعیت چنین بود که یا تو در شبکه اول میمانی و از گفتن حرفهای تیز و تند در نسبت حکومت خودداری میکنی و یا میروی و آزادی را انتخاب میکنی. رفتن پاشا با آن ارتباط داشت که او در مسئله میخائیل خودورکوفسکی در نسبت پرزیدنت پوتین حرفهای سخت گفت. سال 2014 شریمت دیگر باره به کیو برگشت. او به تحولات باوری داشت، به حکومت انتقادی نظر میکرد ولی همچون روزنامه‌نگار همیشه کوشش مینمود فاصله را نگه بدارد. پاشا سلام. درباره بویکو و اخمتوف یکی حاکم دیگری هرزه و یا کرملین پافشاری دارد. گوش کن، نه فکر میکنم کرمل زید است. شریمت در 3 کشور فعالیت کرده مقامات هر یکی از آنها را تنقید مینمود. شکایت اساسی همکاران و دوستان او از مقامات اوکراین خاموشی آنها در مورد این قضیه است.
қазияи Павел барои президент дар маросими дафни ӯ анҷом шуд. ҳамчун инсон ӯ ҳар коре ки аз дасташ омад анҷом дод. ба маросими дафнаш омад. вале чун президент ӯ кореро ки бояд мекард анҷом надод. ӯ ҷараёни тафтишотро пайгирӣ накард. аз лаҳзаи куштори Павел Шеремет 1 сол сипарӣ шуд. дар ин муддат ҳеҷ як фарзияи қонеъкунандае пайдо нагашт ки решаи ин ҷиноятро ошкор кунад. омилҳои таҳрикдиҳанда ва дастандаркорони эҳтимолии ин ҷиноят низ токунун нокушода боқӣ мондааст.